اگه میخوای تنپوش این پیراهن رو ببینی تا آخر فیلم همراه من باش. سلام به عزیزای دل، حالتون چطوره؟ قراره که امروز خریدایی که امروز داشتم و با هم دیگه ببینیم اونم چه خریدایی جذاب و باحالی قراره که بهتون نشون بدم و با هم دیگه تک به تکشون رو تست کنیم و ببینیم چی خریدم. چیزایی که خریدم امروز لباس و سلای آرایشی. بزن بریم تک تک اینا رو تست کنیم و بهتون نشون بدم. اول بزن بریم اتاق تمیز کنیم چون خیلی شرخی شده بچه‌ها، بعدش بریم خریدامو بهتون نشون بدم. اینو چیز خریدم بچه‌ها، یکیشون که گفتم لباس آرایشیه، یکی دیگری لباس. بچه‌ها خب اولین چیزی که من خریدم اون روز از بازار لوازم آرایشی بود. حالا با توجه به شرایط اقتصادی الانم که می‌بینید خیلی چیزا گرون شده و نمیشه خریدم چون انجام دیگه تونستم چیزایی که لازم داشتم رو خریدم. اولین چیزی که از آبرسان سیمپل که حالا با توجه به شرایط اقتصادی که خودم داشتم و قیمت محصولات تنها چیزی که تونستم تا با بودجه خودم بخرم همین آبرسان سیمپل بود. حالا بازش کنیم بهتون نشونش بدم. سیمپل آبرسان میشه. قرار بود که چیز بخرم، آرایش باکن بخرم، یعنی میسلار واتر بخرم، اما چون گفتش بعد اون نمیدونم اینا که آبرسان نداری بجاش آبرسان بخر، اگه آبرسان داری بجاش برو تونر بخر و حالا بین این سه تا من آبرسان رو انتخاب شد. با امتحانش کنیم. یه بدی که داره اینه که اونو پنیر پسه من شدم مثل تماتی. خیلی دیر چیز میشه. سعی کنید به پشت دستتون هم همیشه بمالید چون پشت دست هم همیشه خشکه. خب چون از اولین خریدم سیمپل آبرسان. چیز بعدی که خریدم با توجه به ابروهای پرپشت و قشنگ خودم ژل ابرو خریدم. ژل ابرو با مارک میستر نمیدونم بیوتی گالاکسی میستر. حالا بازش کنیم ببینیم چی هستش. دیدیم حالا امیدوارم روی ابروام خوب جواب بده و سفیدک نزنه چون اکثر ژل ابرو سفیدک میزنن. چون میگم زیاده من این ازش کم میکنم بعد میزنم در رو. تفاوتو ببینیم فقط. بچه شما براتون مهمه که رفتار مغازه‌دار چطور باشه؟ برای من که خیلی مهمه. اگه ببینم رفتار مغازه‌دار خوبه و رفتار خوبی با مشتریاش داره و قشنگ توضیح میده 100% سری بعد از مغازش خرید میکنم. امرام کمبودتر شد. خب این هم هست ژل ابروه. ریمل رو حالا امتحان کنیم. چون قبلش هیچ آرایشی نداشتم کامل پاک کردم. کسی کاری نگرده باشم خیلی. خب یه چیز دیگه هم خریدم، خط لب. خط لب رو که کشیدیم بعدش من روش یکم بالم لب میزنم بچه ها. همیشه بالم لب رو من از قبل داشتم تازه نخریدم. خب این هم از لوازم آرایشی که خریدم بچه ها. جون خوشگل شدم میپسندی منو که از هر چهارتاشون هم راضی بودم. آره خب میرسیم به قسمت جذاب خریدم. اینجوری بوک کردم
دیگه خریدم. من همیشه خرید لباس خیلی می‌کنم. بیشتر از خرید چیزهای دیگه. لباسش خوب بود و ذوق کردم ولی به اندازه لباس نه. آره. اینه بچه‌ها. بگه یه 2-3 نفری توش جا میشن. ولی خب بچه‌ها این برای بیرون خیلی خوبه بخوای بپوشی با دامن. چون هم آستینش بلنده. همین که دیگه خیلی فری سایز و خنکه برای تابستون. بچه‌ها خیلی قشنگه. توی این روزای گرم و تابستونی میتونیم بیرون توی خونه حتی بپوشینش. خیلی ذوق دارم. بچه‌ها واقعا بهم میاد. خب بچه‌ها به خریدایی که امروز داشتم و بدون نشون دادم امتیاز چند میدین از 1 تا 10؟ امتیازاتون رو توی کامنت برام بزنین و همینطور لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. دوستتون دارم. خدا نگهدار.